چی گپه؟ یک دقیقه بیاین شما اینجا بیاین بابا. چی گپ خیراته؟ خود نکنید دیگه بابا شما بابا جو دل مربطت کنی هم گپ میزنی میگم دلار هم گپ میزنی میگم دلار مملکت داره و در کردی دلار رو تمالی تب میگی دلار ما چه کار کنه؟ بگو چی میگفتی؟ ببخش که بابا اصلا خیلی خراب بود دیگه دیشب بشنیدم من چی گپ شنیدی؟ گپا شما و مادر خود گپا ما رو گوش میکشی چی گفتیم ما؟ شما چی نمیگفتین به مادر ما میگفتین که مادر گیلک مادر ما میگفتم او انا گفتین که حال گیلک نام خدا حال کته شده جوان شده دست چپ راست خور بلد شده انا مگرم بریم انا نوزباددار کنیم انا مادر ما گفتم خوب بگی نگی مادر ما گفتم بگی نگی انا مادر ما که گفتم بگی نگی شما گفتیم خیلی دلتون مایه عروس دارشی انا مادر ما گفتم کومه میشه که تا به خوف قیامت میته انا ما به شما دیگه پایه کنه رشخوری کنم انا هر دفعه که من مخبخ بیرو میشم سرم 16 دفعه میخوره و کاج مخبخ عروس مایو انا گفتم شما که چیز دیگه من مال نام خدا عنی دست راست منه یم دست چپی منه انا گفتم اگه بری این دست راستونه پیاره من دست راستونه او دست چپتونه این دست چپ ما که گفتیم این ضرب المثل قدیم بود گفتیم دست چپ رو تو پس تو گپا من گوش میکنی یا خالی چی میگی تو بگو که ما گفتم خدمتتون بگو ما گفتم اگه پول نیه سیا پیل بفروشی منه خب اگه سیایی داره که لقمه نونی میاره میرم واسه تو برام بفروشی که تو نمزاد دار کنی سیا پیل چی به درد میخوره بگو من به فکر تو هستم خب ابو آدم خانه که میشنسی مادر تو دیشه به اون بگفت مثل که تو خوب برده بود 3 تا دختر داره هنمونال میره بخواه یکی بخواست کری به تو دیگه چی میگی؟ خیلی خوبه؟ خب کجی پنجشنبه من نمیفهم حال من بلد از مینا میگه برم چرخه مینا برم سر زمین به کار شده باز میای خودتو میره بخواست کری سیه؟ یا دیلی کنی اول خب برای که بوش رم خب این نمیه نماش خب سنجبت نمیخوره سندویش خورم مثل که نخوردی نه خب بله من نخوردم خود خودت ببرم میخورم یعنی تو خیلی اما بره بابا بره بابا متا جواب دیویر بگه خودتو بدی خوبه بره بره خدایا دم هزار با شکر داره که پیار مرزی شدم خوب شد که دیشب من خوب نشده بیدم از این که بله میتو گوش میکشیدم مدرک من خدا مدر من خیر بده عمر بده 1000 سال مدرک من گپ پا بالا آوردم پیار من گفتم میریم پیش ما آدم خان 3 تا دختر داره یکی به تو میستونه
میکنی؟ با بخصا این گوساله منه بخصا نمایم اما گوساله خود خواهده بود از زمین و خوب بکن نه که با تو میگم اینا گوساله خود نبود از زمین بخوب بود از زمین بخوب بکن این گوساله خود ما خود ناردم بود بخوب بکن بخصا اینو چه کار میکنی بود بخوب بکن اینا ما خود ماردم برو اینا گوساله منه بخشی گفتم برو از بخواه زمین بکن برو دیگه برو نمیدم برو من تو میگم خدا تو میدونم برو نمیدم برو ایلاگی نخند گریه نکن گبزه چیه؟ چی میگی؟ لبلوها برد منظورم زبا کزاری خوب بیارده بیامد گنگ برای بزد لبلوها هم بردن گنگ بیامد لبلوها بو؟ بریا برو خوشکار سیوا کن خوبه گریه نکن دست خون نمالک گریه نکن بزن نمیته بخکلگی که کیف کنی با این مزباته که بستونم قرار کردگی دنبال خر سوار شیم خودی و یا باسکل خلوار دارن دوی پوشته کنه قرار کردگی بریم ما بخو بریم بخو قرار کردگی شور نخود بخوریم پکوره بخوریم انا قرار کردگی بجو گل موشنگ بستونم به تچر خفلکا بریم هو به کفچ آسمون بریم به کفچ آسمون بریم تچر فرخه به تکو چوی میفتگی لگه سایکو زنی داره ماشاءالله اشتم از زمین زن حالت داشته باشه پنجشنبه بله یک خونده نمیکنه گوش میکشی بگیم توی زمان خودم به همچی یاد خود یادم شیری اول میگم بری وای بگم برتینی خوب اون نشده من میفهم میشه میدم ایران دوره گلی من بیران تاکی انگوری حسینی بیران تاکی انگوری حسینی من آرار بکلین شلی بکنیم به تاکی انگوری حسینی زخم نسوره گلیم اگر دخترم اگه نوزباد مردیدیم به جایی حوال سلام بگیم دیوم دوایی اگه میشه که بپرسیده گیله گشتنه بگیم بریک شده هلی به مثل کایی آخه تو چی میخونی؟ معلوم است سنوزیانه که تو آهنگ میخونی چاره؟ یا برار مگم میفهم به تو کس مرغ خور نمیدم باشه شوخی نکنیم که بخوری سر کوی بلا نمیدن اومد الله شطور گم کرده و پیمیدن اومد الله شطور گم کرده و شطوری شایی الله جرینگ است میکنه دل بر کجایی الله برگو باشد
دستی بندی دست و تلای گلی من الله ستکه و باری تو خوشنوایه ستکه و باری تو باشی الله ادران آمدهی مونده نباشی الله یا مولا دلتا گماده شیشه دل وی خدا دلتا گماده هشتک مرگ بخوری رمضان بله ساکو شما خونیه نه رمضان بله از کجا رفتی نکه اینجا علیجی رمضان بله میگم رفیق بله گپ بزه که بادار تو به کجایه من باغچه به باغچه آه چه کار میکنی رقه یعنی گواه ترید میکنم گوار ترید میکنی بله نام خدای گواه بادار تو نه بله ماش تو بالا نرفته رمضان نه اولانی تو سعی کال ترید نکو خیلی باشه خودم گپ زی استا شو بله رمضان جان جان چند به تو حقوق میدم اولا 15,000 سال یا بله سال 15 خرج بنت تو را میدم حاج منم میرم بله ماشاءالله خود دیونه به تو نگفته پیار ما گفتم به تو سالی 20,000 روپیه میدیم بعد جیبی پیش ماما آدم خان بیا یک قرار که دیگه به پیش ما اینجا به سیاه وای چیزی عملی من کمک میکنم به غیر 15,000 من چیزی عملی من حساب میدم همیشه هیچی برای جمع میدم همیشه چین روغانی هم میدم به غیر 15,000 من شیر مادرت واقعا رمضان بچه خوبی بدی میگم حال کو کسی نیه اگه خلیفی تو گپ دین به سیاه ما میای کار میکنی به تو 25,000 پیار من میدم اگه 30,000 بدم خوش شد 30,000 قول مردونه قول مردونه 30,000 بدم خوش شد حالا کجا میگم رفیق میگم که بالا تو مام آدم خان 3 تا دختر دارم عروس کرده نیه نه 3 تا دختره بله تو چرا یکی نستندی من برای نمیدم میگم تو حساب مال باشه با تو فکر تو میتونی بشدی یا نمیشدی حساب گذاری میکنی 1 سال تو بس سگرد و 1 سال کار تو خوش کردو بابا تو میگه کار تو خوش نکردی باید فکر چی رقم کار تو خوش کرد نکردو میتونی کار کرده نمیتونی حساب با نگی 4 روز بری برادر 4 پر نشه بگی بری خلاص آره رقه پیار من خود مگوشه و خاطر خود دیدم پیار من میگم من خود دیدم به پیار خود گفتم بابا بنه که مام آدم خان دختر داره دختر خود بده یکی با من میدم یا خدا خبر نمیفهم خیلی بینی رمضان به پیار خود من گپ میزنم مگرم رقیق من طور خیلی مایم خیلی بفهمیدی مگرم بیای به سیاما خوبه بفهمیدی ها به قلی پایی بیا این قلی بالای به کار نیه با شما ایت نگیم خوب نمیگو با شما ایت نگیم ما من کاری میکنم فهمیدی اول بیرون میگم که حساب اینجا نمیشه میرو به ایران میره بونه میکنم میرو به ایران میرو فهمیدی از بونه با میشه باکی ماش یا بالا کشه یا حساب اگه بالا هم کشید بالا نمیکشی سختیه بیا به جاما خوبه شیر مادر تو رمضان خداحافظ رمضان ما این برای ما پیار ما به در سرایه ما این برای ما پیش خلیفی تو ارباب تو مام آدم خان رمضان جو خداحافظ که پیار ما معطله خداحافظ شما خوش آمده ابو دارم بسته کنی خوبه میدی دیوانه خدا کی زن میده میدی گلاکی زن میده اگه میرم بخور شاری و دیوانیه چرا برای من نمیدم آره وارد داره دیگه اوی دیوانه خدا بدم برای من بدم
شما خب پتکو چه؟ پتکو آدر تا شاتون هاره تا سر منم همه برسیم نیکو باردار بود چونی مخونه خوبه پشت صحنه عزیزا آره دوست رفیقام هم استاده یعنی میجگاه آبادی یه هم دوست آبادی بعض از جوانان نمایم بچه تصویر بیام رو خوب میگردم اگر میتونی بکن نگاه کن بله اگر میتونی کله خود تو پونه بده باش که دوربین دار بزنه یا خدا بیننده آره عزیزی همین تا چیز کنی همه تو بیخی فکسه بخل دل جان نمیشه نه گریه مکن یا گریه مکن جور باشه ایرادبورگ اینا هم زحمت‌ها به خاطر ایرادبورگ مزاحمت میکشین دوستای نازنین برنامه ما از کانال ایرادبورگ فراموش نکنیم این داستان 100 قسمته تمامی هم به دیا و به شهر ثبت میشه دیگه ما در خدمت شما هستیم پشت صحنه به خاطر گل روی شما دیگه میبینیم ما زحمت میکشیم خب یک خنده و یک گریه هم به بیننده تقدیم کن مرد چرا طور بزدم گریه میکنی بابا بزدم پلو هردامار ندادم خب یک خنده فراموش شد شکم گوشنی عزیزای بیننده میبینیم که داخل یک از دیات آمدیم که همی مجموعه شروع کنیم خودی دوستای عزیز دیگه نگاه کنیم که همی بچه ها اینقدر دیگه دنبال ما کردن که ما هیچ کاری نمیتونین بکنین گفتم یک تصویری تقدیم کنم به خدمت عزیزا